بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یا ایها المدثر، ای جامه بر سر کشیده، قم فانذر، برخیز و بیم ده، و ربک فکبر، و پروردگارت را بزرگ شمار، و ثیابک فطهر، و جامعت را پاکیزه بدار، و الرجز فهجر، و از پلیدی دوری کن، ولا تمنن تستكثر، برای این بذل و بخشش مکن که افزون طلبی کنی، ولربک فاصبر، و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش. فاذا نقر فی الناقور، پس هنگامی که در سور دمیده شود، فذلك یومئذ یوم عسیر، آن روز روز سخت و دشواری است، علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران آسان نیست. ذرنی و من خلقت وحیدا، ای پیامبر، مرا با کسی که او را تنها و بدون اموال و اولاد آفریده ام واگذار، وجعلت له مالا ممدودا، همان کسی که مال فراوانی برایش قرار دادم، و بنین شهودا، و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند، و مهدت له تمهیدا، و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم. ثم یطمع ان ازید، باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هرگز چنین نخواهد شد، بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی دارد. سأرهقه صعودا، و به زودی او را به مشقت و سختی میاندازم. انه فکر و قدر، زیرا او برای مبارزه با قرآن اندیشید و محاسبه کرد. فقتل کیف قدر، پس مرگ بر او باد، چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم قتل کیف قدر، باز هم مرگ بر او باد، چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم نظر، سپس نظر افکند، ثم عبس و بسر، آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد. ثم ادبر و استکبر، سپس به حق پشت نمود و تکبر ورزید. فقال این هذا الا سحر یؤثر، آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست. این هذا الا قول البشر، و این چیزی جز گفتار بشر نیست. سأصلیه سقر، به زودی او را به دوزخ در خواهم آورد. و ما ادراک ما سقر، و تو چه دانی که دوزخ چگونه است؟ لا تبقی ولا تذر، آتش سوزانی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی را رها می‌کند. لواحة للبشر، پوست را دگرگون کرده و می‌سوزاند. علیها 19، بر آن آتش 19 فرشته گمارده شده است. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. و ما مأموران دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین کنند و کسانی که ایمان آورده اند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان گرفتار شک و تردید نشوند و تا کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز کافران بگویند الله از این مثل و توصیف چه خواسته است. بدین گونه الله هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و شمار لشکریان پروردگارت را کسی جز او نمی داند و این جز پند و اندرزی برای انسانها نیست. کلا والقمر، آری سوگند به ماه که هرگز این چنین نیست که آنان تصور می کنند. واللیل اذ ادبر، و سوگند به شب هنگامی که پشت کند. والصبح اذا اسفر، و به صبح هنگامی که روشن شود. انها لإحدى الكبر، که آن آتش دوزخ یکی از عذابهای بزرگ و هولناک است. نذیرا للبشر، برای انسان بیم دهنده است. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، برای کسی از شما که بخواهد با انجام کارهای نیکو پیش افتد یا با گناه کردن عقب بماند. كل نفس بما كسبت رهینه، هر کس در گرو اعمال خیش است. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین. فی جنات یتساءلون، که در باغهای بهشت هستند و میپرسند عن المجرمین، از گناهکاران. ما سلككم فی سقر، چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟ قالوا لم نك من المصلین، دوزخیان میگویند ما از نماز گزاران نبودیم. ولم نك نطعم المسکین، و بینوایان را اطعام نمی کردیم. وكنا نخوض مع الخائضین، و پیوسته همراه یاوه‌گویان و اهل باطل هم صدا می شدیم. وكنا نكذب بیوم الدین، و همواره روز جزا را تکذیب می کردیم. حتی اتانا الیقین،
تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پس شفاعت کنندگان به آنها سودی نمی بخشد. فما لهم عن التذکرة معرضین. پس آنها را چه شده است که از پند و تذکر روی گرداندند؟ كأنهم حمر مستنفرة. گویی که گور خرانی رمیده اند، فرت من قسوره. که از مقابل شیر گریخته اند. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و میخواهد که به او نامه‌ای گشاده و جداگانه از سوی الله داده شود. كلا بل لا يخافون الآخرة. هرگز چنین نیست که آنان میپندارند، بلکه آنها از عذاب آخرت نمیترسند. كلا إنه تذكرة. نه، چنین نیست که آنها میگویند آن قرآن یک تذکر و یادآوری است. فمن شاء ذكره. پس هر کس که بخواهد از آن پند گیرد. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر اینکه الله بخواهد. اوست که سزاوار پروا کردن و آمرزیدن است.